ایالات متحده آمریکا چند از چرخبال‌هایش را به تاجیکستان می‌دهد. واردات گندم به تاجیکستان از اول سال جاری 12.5% کاهش یافته، نرخ آن 20% بالا رفته است. تاجیکستان برنامه تولید برق سبز در کشور را در همایش بین المللی اقتصادی سنت پترزبورگ روسیه معرفی کرد. دیدار گفتگوی نمایندگان حکومت ازبکستان با طالبان در کابل. در دایره سفر فرماندهی مرکزی قوه‌های مسلحه ایالات متحده آمریکا جنرال مایکل اریک کوریل از تاجیکستان و واخوریش با پرزیدنت جمهوری، وزیر مدافع، سردار ستاد کل قوه‌های مسلح، معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، مسائل تلاش مشترک عاید به تحکیم امنیت مرزها، رفع تهدید و چالش‌های منطقوی و دستگیری قوه‌های مسلحه تاجیکستان را بررسی کرد. کوریل از نتیجه دیدارش با مقامداران تاجیک به رسانه‌ها گفته است که به قوه‌های مسلحه تاجیکستان برای تأمین بی‌خطری چرخبال‌های نیروهای حربی هوایی ایالات متحده آمریکا که ماه اوگوست سال گذشته به اینجا آورده شده بودند اظهار می‌داری می‌کنیم. با وجود تهدید و طلب‌های چندین کرته طالبان عاید به برگردانیدن آنها، چرخبال‌ها به طالبان برگردانیده نمی‌شوند زیرا به آنها تعلق ندارند. گنرال آمریکایی افزوده است که شاید چند از چرخبال‌ها را به حکومت تاجیکستان داده شود. واردات گندم به تاجیکستان از اول سال جاری 12.5% کاهش یافته است. بنا به معلومات خدمات گمرکی جمهوری در 5 ماه سال جاری به کشور بیش از 329.6 هزار تن گندم به مبلغ عمومی بیش از 102.2 میلیون دلار وارد شده است. واردات گندم نسبت به همین دوره سال گذشته 12.5% از روی وزن کم و 2.8% از روی ارزش افزایش یافته است. در این دوره بیش از 16.8 هزار تن آرد نیز به مبلغ بیش از 5.4 میلیون دلار وارد کرده شده. واردات این محصولات نیز از روی وزن 8.3% کم شده، ارزش آن 14.6% افزوده است. بنا به معلومات دپارتمنت های بلوک اقتصادی کشور، گندم و آرد اساساً از قزاقستان وارد کرده می شود. در تاجیکستان ارزش یک خلطه 50 کیلویی آرد نوع اولی استحصال وطنی 385 سومانی را تشکیل می دهد. بر اساس آمار در 5 ماه سال جاری قیمت آرد در تاجیکستان 20.2% بالا رفته است. وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آبی تاجیکستان برنامه تولید برق سبز در کشور را در همایش بین المللی اقتصادی سنت پترزبورگ روسیه معرفی کرد. با گزارش سامانه تاجویک دلیر جمعه، وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آبی تاجیکستان گفته که در سال 2021 در تاجیکستان 21 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شد که 93% آن سهم نیروگاه برق آبی می باشد که انرژتیک سبز به حساب می آید. دلیر جمعه همچنین از برنامه دولتی تاجیکستان برای افزایش تولید برق توسط نیروگاه‌های خورشیدی و بادی خبر داد. گفته شد که در تاجیکستان زمینه تولید 527 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال وجود دارد که اکنون تنها 5% از این ظرفیت مورد استفاده قرار گرفته است. خبر داده می شود که هیئت ازبکستان تحت رهبری عبدالعزیز کاملوف 2 روز پیش 19 ایون از کابل دیدن کرد. جانب‌ها مسئله های تحکیم و رشد مناسبت های دو جانبه در ساحه تجارت و ترانزیت، اینچنین وضع امنیت را بررسی کردند. علاوه بر این، جانب ازبکستان نماینده طالبان را برای شرکت در کنفرانس بین المللی عاید به افغانستان که آخر ماه ایول در تاشکند می شود دعوت کرده است. جانب افغانستان در این دیدار تاکید کرده است که به ازبکستان یک هیئت وکیلان را تحت سروری نمایندگان وزارت سودا می‌فرستد. طالبان به رهبریت ازبکستان برای رساندن کمک بشردوستانه به کشور و سعی و تلاش در برقرارسازی اقتصاد ملی اظهار سپاس کرده است. ورزشگر تاجیک سنت عبداللایف در رشته گوشتی یونانی و رومی در مسابقات قهرمانی آسیا میانی نورسان تا 17 ساله در بشکک مقام دوم را کسب کرد. طور کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر می‌دهد عبداللایف در سبقت فینالی از کوتمن تیمیربکوف از قرقیزستان شکست خورده است. یک روز پیش از این در روز اول مسابقات، ورزشکار دیگری تاجیک حسین حسنوف در وزن تا 60 کیلو مدال برنجی به دست آورده بود. چمپیونات آسیا عاید به گوشتی بار اول در 2 کاتگوری 30 سال تا 17 ساله و تا 23 ساله همزمان برگزار می شود.
دسته منتخبی تاجیکستان را 14 نفر گشتگیر نمایندگی می کنند. این بود شرح خبرها تا آینده. خیر با ما باشید.